خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نیمه دوم روز 27 سپتامبر سال 2022 با چند ساعت تأخیر بالاخره دعوا عکس پرزیدنت امامعلی رحمان را از اشتراکش در مراسم افتتاح گیمنازیای نوردین به نوع نو دانشکده زبانها و ملاقاتش با استادان و دانشجویان دانشکده زبانها نشر کرد. این نخستین چاره‌بینی‌هایی است که امامعلی رحمان بار نخست بعد 16 سپتامبر سال 2022 یعنی از زمان اشتراکش در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند در محضر عام ظاهر شد. اشتراک امامعلی رحمان در این چاره‌بینی‌ها در حالی است که برای چنین مدت طولانی یعنی 11 روز غیب زدن او سر و صداهای گوناگونی را در جامعه به وجود آورد و اخیراً شام 26 سپتامبر این همه سر و صداها را ژورنالیست تاجیک مقیم آلمان داداجان عطاءاللهیف رسانه‌ای کرد. او در یک مطلب کوتاه با نام طلب شفا در فیسبوک نوشت: بعد نشست سمرقند پرزیدنت تاجیکستان در بستر بیماری است. از همه خواهش می‌نمایم که از تحقیر و تعوین دست بکشند و برای شفای کامل و عاجل او دعاگو باشند. امامعلی رحمان 5 اکتبر سال جاری به سن 70 میرسد. او از سال 1992 اینک 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. چند سال باز در تاجیکستان درباره احتمال از امامعلی رحمان به پسر کلونیش رستم امامعلی سپردن کرسی پرزیدنتی صحبت میکنند، ولی اجرای این نقشه اینک چند دفعه باز به تأخیر گذاشته می شود و در انتخابات سال 2020 امامعلی رحمان دیگر باره نامزدی خودش را پیشبری کرده زمان ریاستش را تا سال 2027 یعنی تا 75 سالگیش تمدید کرد.